وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورسی تاجیک قابلجان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعاً محکوم نموده از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابلجان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را می‌آورد. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش‌های مقامات رسمی به قتل نورسی غورمرگ پرسیدم. وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشتار را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده گفت که در پیوند به این حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوت یا یادداشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری، واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یادداشت میکنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه اودینسوو در ولایت مسکو قابلجان علیف نورسی 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کالاکولتسف درباره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کالاکولتسف طلب کرده است که سبب و عامل‌های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود. از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چه جزئیات دیگری درباره قابلجان علیف و روز فاجعه به دست آمده است. شخصان نزدیک به خانواده قابلجان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مهلت اعتبار شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید و مادرشان نیت داشت که روز 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان بفرستد. مصاحب ما که نخواست نامش برده شود گفت قابلجان علیف همراه دادرش که از او خرد است در یک صنف در مکتبی به نام اوسپنسک در ناحیه اودینسوو مسکو می‌خواند و از قول دادر قابلجان علیف حادثه را این گونه نقل کرد. نابالغ حمله‌ور با کارد به آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابلجان گفته است شما به صنف درآیید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینه‌پایه دویده است، ولی در زینه‌پایه پیشوا خورده افتاده است. پدر قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است. سوال دیگر از همکارم درباره عائله قابلجان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند. خانواده‌های بعضی از نزدیکان قابلجان علیف در دهه 7 تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب همین دهه روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبر مرگ قابلجان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفای و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. قابلجان صنف یکم را در مکتبی دهه 7 تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده نیلوفر صفای و همراه 2 پسرش از جمله قابلجان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این عائله را احترام میکردند. همسایه‌های روسشان هم جمع شده برای کمک به خانواده قابلجان مبلغ جمع آوردند. دوستان عزیز، واکنش‌ها به کشته شدن نورسی تاجیک قابلجان علیف را در سامانه رادیو آزادی میتوانید پیگیری کنید.